آدمی هست که عادت میکند به قبول کردن صدقه و خیر. آیا به همین گونه آدم ها جایز است صدقه دادن، خیر کردن؟ کسی که دست و بازوی خوب دارد، سالم دارد، باید کار کند. از نان از زحمت حلالش باید نخورد. این میان شکنی است. این صدقه دادن جایز نیست برای کسی که عادتش است، عادت میکند، عادت کرده است که در راه براید. اگر نیازمند باشد خب میدونیم در این صورت صدقه دادن جایز نیست. پیامبر صلی الله علیه و آله میگه که کسی که عادت صدقه گیرنده دارد و کسی پیش تو برای قرض آمده است، کدام میشیم؟ هر چیم صدقه است. بله. میگه کسی طلب قرض کرده است به این قرض بده، چون نیازش مجبور کرده است که آمده است و این عادتش مجبور کرده است نزد تو آمده است. عادت ترک کنو، نیاز برآورده بگردان. هم صدقه است، هم خوشنودی پروردگار است. صدقه گفتیم چند نوع و چند انواع دارد، ولی صدقه رو از اون چیزی که دوست می‌داریم باید صدقه کنیم و اون چیزی که از دل بیرون است. پروردگار در سوره آل عمران می‌فرماید که شما کمال نکوکاری را نایل نمی‌گردید مگر اینکه صدقه کنید یا نفقه کنید از اون چیزی که دوست می‌دارید. از دوست داشته از صدقه کنید. مثلا شما 5 پر کستون بروک دارید یا کرته و مثلا گردبند خوب دارید یا کفش پایافزال خوب دارید، از بهترین صدقه، از اون چیزی که دوست می‌داری صدقه کن. بله. چون این وقتی که میگیم صدقه در راه خدا باشد باید از بهترین باشد. مثال قربانی را ببینید، اگر یک عیب ارادی ظاهری داشته باشد همین چاروای قربانی کننده قبول نیست. صدقه همش همین است. وقتی که ما میخواهیم که از میوگی اگر صدقه کنیم، افضل انواع میوگی با صدقه شود. یعنی صدقه دادن یک از راه‌های بایشوی است، یک از راه‌های سرآمدی است. ثروت فقط مادی نیست، ثروت معنوی هم هست. شرم و حیا، رحم و شفقت، مهر و محبت، صبر و تحمل، اینا هم ثروت‌های ارزش‌های معنوی هستند. عمومی صدقه همین است که هر چی از دست می‌رود کم نشمارو، لیکن بدون که اگر کمالی نکوکاری را می‌خواهی باید بهترین نوع را صدقه کنی، بهترین نوع مال یا لازمات را صدقه کنی.